مریض بعدی. خیلی خوش آمدین. شما میفهمید اصلا بهداشت فردی یعنی چی؟ بله میفهمم. بهداشت فردی فکر کنم اسم تخلص کسی باشه مثل حمید فوشنجی، مثلا جلیل فیضان، مثلا شاید اسم تخلص باشه. نه خیر براجو، اسم تخلص کسی نیه. بهداشت فردی یعنی که شما حمودسی خود سر وقتی برید دست صورت خوب بشوری، لباس شوشتی اگر نداری همین لباسا خوب بشوری، تمیز به برق کنی. یا خب خیلی من میفهمم آخه 3 روز بهت بمونده بود من برفتم همون یک تکه ای ریختم بالا خود، ولی به خاطر همین که میگم همین شامپو باعث ریزش مو میشه استفاده نکردم. تو اصلا میفهمی این رقم حموم کردن چی میگم؟ ها میگن گربشو. ما عادت دارم. خب لااقل هم دستال لمشت خور بشو، تو خودی از اینا نون میخوری. نون میخوری؟ اگه پیدا بشه خود از اینا گوشت هم میخورم، برنج هم میخورم، پلو هم میخورم، مولینگ هم میخورم، کولینگ نمیخورم. خلاصه نه چی بشه میخورم. نیه لالا همیستی ببینی یک کنگه بزنم به زور گیره اردم با جندم از هر چهر. خب جانمه این مریضی تو به خاطر همین لمشتیاتونه آخه. تو اعمال 3 رکیزی خوبی که 10 تا مگه از خودی آزی بیری شد. یک پلیسی بیه فکر کردیم خودی و گوزی بیرو شه. خب مگه از بیرو شه دیگه تا کسی هم که جان نداره. حمالا کم با تو میگم اون وقت برو دستا خور بشور اکسه که تو. دکتر صاحب تو چی خوندی به این مقام رسیدی؟ چون هیچ چی نمیفهمیم. اقلی میگم پول چیر که دسته. من 1 سال دستا خور نششتم که میده خوبم ده تخت پولدار شما میده داروهاشون. بفهمیدی؟ یعنی چی رقم با تو بگم؟ اوی که میگن پول چیر که کف دسته منظوری اینیه به این لمشتی. خب بخواد که منظور تاله هرچی بوده برو رول یک کاری بو که دل دردی بمردم. هر چی میخورم دل دردی این بدتر میشه. یک دم به این قسمت کولینگک میزنه، یک دم به اون قسمت. پس برسا خب. یک دم خلاص درد میکنه دکتر سیبی کاری بکن. اگه می خوب شی همول وقت برو اول یک همو بکو چم چرکاتو بر تایرو شوشته باشه دستورو تو باز کمک خوب میشی. وقتی نفس تو راستا شه وقتی نه گپا نزن. این وقت همون مال قدیما بود که میرفتن خور به حوض مینداختن. حال قرصا آماده به نام چیر خوش کن. یک بسته میگرفتم بهم 30 روپیه 6 ماه هفته یک استفاده میکنم. یعنی به تو جا تو خیلی کوشک میشه چرکا جون نمیفته. یک تکلپ و جب گرفتی همون کسی نمیره. دکتر سه خب به عذاب نه تو با گپ نمیفهمی. وقتی تا این ماینه خونی ما بوی نیورده بیریش. وقتی بده یلا بیریشو در چه کار میشه؟ بده بیریش. وقتی سیب میخوری تو برو قناق شه. وقتی برو وقتی به کل بوی آوردی تا ماینه خونه. همینم با اگه دل تو شده کنگه بزن بیا. برو تو گفتم برو بده یلا بده. نه گوشت گردن خسته تو فقط میگی گوشت لند بری خشکی کردم تو بده برو. میذارم خب گوشت دو بی پولا احترام بگذار. یا برو. خدایا ما خودی 8 آدما شدیم 34 میلیون و 1 نفر. ما رو هم کار و روزگار ما نمیگذاره.